در حقیقت این حزب ها و حرکت هایی که به نام اسلام هستند، اینها را سپانسرشون، اینها را اکمال کنندشون دشمنان مسلمان ها هستند که مسلمان به مسلمان در همه کشورهای مسلمان نشین جنگ انداخته ایستادند و از دو طرف مسلمان ها نیست نابود شده ایستند. و خودتون مردم کشور تاجیکستان یک بار ذهن مانین، یک بار نگاه کنین که در افغانستان چه حالت رفته ایستاده است. و مخصوصا حزب نهضت اسلامی که این بسیار حزب دهشت آور است. دیگر حزب ها و حرکت هایی که در دنیا امروز به نام اسلام یعنی چی میکنن، عمل میکنن، یک خطر داشته باشند، حزب نهضت اسلامی دو خطر داره. اگر آنها 10 خطر داشته باشند نسبت بشر و انسانیت، ای 20 خطر. اگر آنها 50 خطر، ای 100 خطر. یعنی خطر این زیادتر است. اگر سوال شود که برای چی؟ برای که آنها همش خودشون دعوای مثلا اهل سنت و جماعت میکنن، حزبایی که در اطراف عالم و در اطراف جهان اسلام هستند. اما حزب نهضت اسلامی دست نشان دادی، یعنی اکمال کنندش دست نشان داد خواجه های خارجیشان شیعه های 12 امامه مثلا جعفری هستند.